من برای اینکه به اینجا برسم خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم. بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟ بازم هستم و بله تو شهر هستم. چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما. به هر حال مشاهده اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفری غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست، اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیست. منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست، شراب هم آزاد کنیم، توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کسی نمیخواد نخوره. این حرف شد. در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی این حرف وجود داره. این حرف شد.